سلام. به اولین قسمت از پادکست های ریاضی و زندگی خوش اومدید. اینجا جاییه که میخوایم ثابت کنیم ریاضی اصلا چیزی نیست که باید ازش ترسیم. ریاضی دقیقاً همون ابزاریه که دنیا باهاش ساخته شده. شاید عجیب باشه، اما ما هر روز بدون اینکه بفهمیم داریم با ریاضی زندگی میکنیم. بیاین از یه سوال ساده شروع کنیم. تا حالا شده به یه چیز کاملا معمولی نگاه کنین و احساس کنین پشتش یک نظم پنهانی وجود داره؟ مثلا چرا لانه زنبورها 6 ضلعیه؟ چرا برگ‌های بعضی گیاهان طبق یک الگوی خاص رشد می‌کنن؟ یا چرا وقتی یک موسیقی خوب گوش میدیم ناخودآگاه احساس می‌کنیم همه چیزش سر جاشه؟ پاسخ این پرسش‌ها یک نقطه مشترک داره: ریاضی. ریاضی فقط جمع و تفریق روی کاغذ نیست. ریاضی زبانیه که طبیعت باهاش حرف میزنه. مارپیچ صدف‌ها، شکل کهکشان‌ها، الگوی رشد گیاهان، پرواز پرندگان، حتی ضربان قلب ما، همشون از قوانین ریاضی پیروی میکنن. قوانینی که شاید نامرئی باشن اما همیشه حضور دارن. و فقط طبیعت نیست. دنیاهای ساخته انسان هم روی ریاضی بنا شدن. از معماری و طراحی ساختمان‌ها گرفته تا گرافیک، موسیقی، بازی‌های ویدئویی، هوش مصنوعی، گوشی همراه و اینترنت. حتی همین پادکستی که الان ازش استفاده می‌کنین بر اساس الگوریتم‌هایی کار می‌کنه که ریشه‌شون ریاضیه. اما شاید مهمترین بخش ماجرا این باشه که ریاضی به ما کمک می‌کنه بهتر فکر کنیم. وقتی تصمیم می‌گیریم کدوم مسیر سریع‌تره، چه زمانی خرید کردن به صرفه تره، یا احتمال میدیم امروز بارون میاد یا نه، در واقع داریم یک مدل ذهنی ریاضی رو توی سرمون اجرا میکنیم. هدف ما توی این پادکست اینه که این الگوها رو با هم کشف کنیم. میخوایم ببینیم ریاضی چطور میتونه دنیای واقعی رو توضیح بده، چطور میتونه مشکلات رو حل کنه و چطور میتونه ابزار قدرتمندی برای ساختن آیندهمون باشه. تو قسمت‌های بعدی می‌خوایم کم کم وارد مباحث جذابتری بشیم. از اعداد و الگوها تا احتمال، هندسه، ریاضی مغز، ریاضی تصمیم‌گیری، ریاضی فناوری و حتی ریاضی پشت بازی‌ها و سرگرمی‌ها. قراره بفهمیم چرا ریاضی فقط یک درس نیست، بلکه یک راه فکر کردنه. اگه آماده این دنیا رو از پشت عینک ریاضی ببینین، با ما همسفر بشین و من خوشحالم که تو این سفر کنار شما باشم.